بعد 99% ایران هم کندرد دارن. کندرد می یعنی چی؟ یعنی زیاد دستشویی میشینی به کونت که دست بزنی، حالا چه زنی چه مردی دیگه، انسانین دیگه آجی، انسانین. چوری به گوشتون میگین دست بزنین کثیفه با درست بکنین. کونم بگیر بگا رو بگیریم بگا. این دارم پزشکی صحبت میکنم. این کون زیاد که بشینی یه چیزی از توش میزنه بیرون، باباسیل، بلاسیل، بواسیل، نمیدونم چه انیه. بعد روتون هم نمیشه به کسی بگین. یه مهمونی که برین میخواین بشینین اینجوری میشین، نه یه مهمونی اول برین اینجوری نمیتونین بشینین که هی باید اینجوری بله عرض میکنم خدمتتون، بعد یه بار دوباره بلو این لپ کونت بشینین. همین نمیتونی صاف قشنگ بشینی رو کونت. فهمیدید؟ این داداش همه فکر میکنن که خوب میشه آب زیاد بخورن و